مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. قطعاً تو این چند ساعت گذشته خبر تصمیم پرحاشیه تتلو همون امیرحسین مقصودلو برای برگشت به ایران رو شنیدید که چند تا پست توی یوتیوب خودش منتشر کرده و عکس بلیت خودش رو منتشر کرده و گفته که میخوام برگردم ایران. این در حالی هستش که در طول 2-3 هفته گذشته ماجرای خانه وحشت تتلو و جنایاتی که تو خونه تتلو اتفاق میافتاد و دست درازی هایی که روی دختره مردم انجام میداد و کتکشون میزد، زندانیشون میکرد، گوشیشون رو میشکون، موهاشون رو میزد، به زور میگفت تتو کنید یا ادرار روشون میکرد و هزاران اتفاقات کثیف دیگه‌ای که رقم میخورد و بی‌ناموس هایی که تو خونه تتلو بودن که این موضوع رو فهمیده بودن و سکوت کرده بودن، همه اینها در طول این چند روز گذشته برای تتلو جنجال ایجاد کرده تا جایی که دولت ترکیه اعلام کرده که اقامتش رو تمدید نمیکنه، براش کنسرت نمیذاره و پیش از این هم انگلیس و کشورهای اروپایی هم ویزا برای تتلو صادر نکرد به خاطر زن ستیزیایی که کرده بود، توهینی که به زنها کرده بود و خلاصه رزومه پروپیمونی داشته و حالا هم اومده و گفته که میخوام برگردم ایران. چند تا نکته رو میخوام تو این ویدیو بگم و بعدم این قضیه رو راست آزمایی بکنیم که تتلو داره راست میگه، دروغ میگه، حاشیه است یا حاشیه نیست. موضوع اینه که تتلو بسیار آدم باهوشیه. اگر باهوش نبود نمیتونست 20 دقیقه آهنگ تولید بکنه، نمیتونست این همه شعر بگه. پس اینکه تتلو آدم باهوشیه درونش شکی نیست. اینکه تتلو استاد ساختن حاشیه است شکی درونش نیست. 200 بار از دنیای موسیقی خداحافظی کرده، 500 بار گفت میخوام برگردم ایران و درست موقع‌هایی که منفور میشد و چهره واقعیشو مردم متوجه میشدن، صحرای کربلا رو میگرفت مثل سیستم آخوندی، میزد ننه من غریبم بازی و من بدبختم و بیچارم و چنین و چنان که آره من فلانم و بیسانم و الان میخوام از دنیای موسیقی خداحافظی کنم، الان میخوام از یوتیوب برم، از تلگرام برم، از اینستاگرام برم، از فلان، الان میگه میخوام از ترکیه برم که بیان بگن که آره نمیدونم تو اگه بری ایران میکشن تو چنان. اولا اینکه تصمیمی که داره میگیره تقسیم شخصی خودشه و من به عنوان کسی که یک زمانی رفیق تتلو بودم، اگر اومدم تمام این ویدیوها رو ساختم، اگر اومدم راجع به این آدم صحبت کردم، اتفاقا رفیقش بودم. اتفاقا بعد یه بار جلوی این آدم وایساد، چون همه بهش سلطان سلطان در کونش بستنه، میگن سلطان سلطان سلطان، و این آدم به وحشیگریش، به کتک زدنش و به این مسیر خودش ادامه میده. وقتی یه آدمی داره یه کار رو انجام میده و در اون مسیر بقیه براش کف میزنن و سلطان سلطان میگن، میگه خب حتما خوبه من دارم میرینم به طرفدارام فوش ناموس خواهر مادر بهشون میدم، حتما خوبه من دارم اینا رو میزنم و تتو میزنم، پس بذار همینو ادامه بدم. بیشتر توهین میکنه، بیشتر زن ستیزی میکنه، بیشتر رفتارهای این تیپی نشون میده و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که طرفدارش هر روز بیشتر میشه. حالا چند وقتی هم هستش که وقتی این اتفاقات براش رقم خورده، نمیدونم این دختر اومدن مصاحبه کردن، طبیعتا منفور شده دیگه. دقیقاً الان میخواد خیلی ریز و سوسکی با یه ترحم خریدن بگه آره من دارم برمیگردم ایران. مثلا الان اومده گفته که فردا بعد از ظهر داریا رو راهی میکنم به کشور خودش و خودم ساعت 10 شب میپرم ایران، یا مرگ یا حق، تتلیتیا تو فرودگاه میبینم. توی پروازم هست از ماهانه گذاشته و این صحبت ها. تا جایی که من میدونم فوشاش هم هست دیگه، حالا میتونید بخونید، من این بر بزرگ میکنم حالا داشته باشم. تتلو حتی میترسید از آسمان ایران رد بشه. حالا چی شده میخواد برگرده ایران؟ اولا که پاسپورتش که الان دستش نیست، حالا هم میاد 2-3 ساعت دیگه میگه من میخواستم برم نذاشتن چنشا. امیدوارم که حالا نره. خب ولی من با توجه به تجربه‌ای که از تتلو و رفاقت باش داشتم، این آدم این حرکت رو برای این کرده که ترحم بخره و حاشیه جدید ایجاد بکنه و با ایجاد این حاشیه اتفاقات قدیمی و دست درازی ها و بی‌ناموسی ها و کتک زدن دخترها رو به اصطلاح خودش بشوره ببره.
اتفاقا خیلی آدم باهوشیه که فکر میکنه که چه حاشیه‌ای رو ایجاد بکنه که اتفاقات قبلی رو به شوره ببره. شروع کرده فوش خوار مادر دادن به تمام و عکس بلیتش رو منتشر کرده. اونا گفته که امیرحسین مقصودلو حتی شماره بلیتش هم صادر کرد، براش کاری نداره، یه بلیت میخرن به اسمش و گفته که من میخوام برم ایران. گفته ساعت 10 و فلان به وقت استانبول میپرم، مشخصات پروازم نوشتم، من حال ندارم زوم کنم، کف تهران میبرمتون یا میمیرم. حالا میفهمیم این استیکر رو، میفهمید استیکر یه دونه قلب رو گذاشته به احترام تو میمیرم. باشه خب اگه هدف اینه، من عین بقیه بیخایه و فلان نیستم، امشب کف تهرانم. حالا به هر حال این تصمیم گرفته، میخواد بره یا نره من کاری با این قضیه ندارم، امیدوارم که نره و چون بره طبیعتاً عواقب خوبی در انتظارش نیست. ولی توی چند تا پست قبلیش یعنی اوج بی‌معرفتی و بی‌مهارمیش رو داشتیم می‌دیدیم. شروع کرد به آدم‌هایی که تو طول این 1-2 سال گذشته و تو طول این 10 سال گذشته به این آدم کمک کردن، از سیا والتون بگیر تا نمیدونم آرمین هاشمی، نمیدونم مدیر برنامه‌هاش صلاحپور و ایکس و وای و زد، یعنی هر کسی به این آدم کمک کرد ناموسش در امان نبود انقدر فوش ناموس خورد و یک ذره محبت‌های آدم‌ها اصلا به چشش نمیاد. من الان همش دارم از هوادارایی که استانبولن که میخوان آخرین پرواز رو با امیر تتلو باشه، مشخصات پرواز تو پست قبلی هست، به امیر تتلو قسم که من با این پرواز دارم میام تهران، بلیت بگیرین تو فرودگاه عشق کنیم با هم. حالا هم میاد میگه که اجازه پرواز به من ندادن و من ممنوع خروجم. حالا واسه من 10 سال فقط زندان تعزیری چی که از نمیدونم فلان و اینا من دادم زندان کشیدم و من امیر تتلو پرونده رو امضا کردم، بلند فریاد زدم کیا عاملش بودن و میان همین امشب تو همین بارون ایران، من پولم شاید به اینا نرسه اما اندازه هر 4 تاشون با هم و کل خاندانشون فلان لایه پامه جونمو میذارم وسط و میبینمتون امشب، بدون حتی یک شورت از اینجا آوردن میام، بدون چمدون و حتی پول و پاسپورت. من احتیاج به هیچ کدوم اینا ندارم، تا الان هم موندم به خاطر وعده وعیدهای مشت فلان و فلان 4 تا کنسرت درست برای مردم موسیقی بزنم. نه این صحبت. بعد اومده بود نمیدونم اسامیشون هم گفته بود که اینا هم نمیدونم آقای نمیدونم مسعود جمالی، صلاحپور، سیا والتون، آرمین هاشمی با برنامه‌ریزی و فلان بازی اونقدر فضا رو برای این تنگ کردن که مجبور بشم برم ایران. اینا برای این آدم کنسرت گذاشتن تو آلمان، 3 روز بلیت فروشی باز شده بود توی آلمان، سری اومد تو پیجش نوشت که آقا کنسرت آلمان کنسله. اینا نزدیک 210,000 دلار ضرر کردن تو کنسرت آلمان تا جایی که من میدونم، نمیدونم بالا پایینشو. به خاطر چی؟ به خاطر حرف این آدم که گفت کنسرت آلمان کنسل، دیگه کسی تو آلمان بلیتشو نخرید. گفت این داره میگه کنسل، ما برای چی بریم بلیت بخریم؟ اصلا پول هایی که به عنوان پول کنسرت از این آدما گرفته بود به یه ورش نبود. ببین چقدر آدمی که اصلا پول اینو براش مهم نیست، بعد تو حرف پول میکنی. امیر تو پول کنسرت رو گرفتی، دستمزد کنسرت رو تو از این برنامه‌گذارا گرفته بودی که بیای تو آلمان کنسرت بذاری، یه هفته بعدش که گذاشت گفت من ماشین میخوام، خونه میخوام، فلان میخوام، نمیدید. اونا هم گفتن نه. سری اومد پست گذاشت گفت آقا کنسرت آلمان کنسله، به نوعی مثلا اومد باجگیری انجام بده. گفته که اینا همه چیزو ازم گرفتن، مجبورم کردن که برگردن اونا برن پایچو. کی از تو چیو گرفت؟ اینکه تو خودت تو این سالها آقا بهش گفتم بیا برات خونه بخریم توی اسپانیا، بعد من نمیدونم وگانم، زمین خدا رو نمیخوام، از این صحبتا. آدم‌ها گاهی وقتا خودشون عامل بگاهی خودشونن، با همین ادبیات خودت. تو خودت نمیخوای پیشرفت بکنی. مگه سید ناصر به تو نگفت بیا برای خودت؟ اون موقع دوست دخترت سر بود، براتون جت اختصاصی میگیرم از ترکیه بلند شید بیاید اروپا؟ مگه این حرفو نزد بهت؟ مگه من پشت خط نبودم؟ مگه مدیر برنامه صلاحپور نبود ما این حرفو زدیم بهت، گفتیم بیا با جت اختصاصی بیاریم تو اروپا؟ تو گفتی نه من نمیام تو اروپا. این حرفو زدی یا نزدی؟ چرا اینا رو نمیای به مردم بگی؟ چرا فقط خودت آدم مظلوم نشون میدی؟ موقعی که می‌خواستن این امکاناتو در اختیارت بزنن چرا نکردی این کار رو؟ اینا منو مجبور کردن، پاسمو دزدیدن. مگه تو بچه‌ای پاستو بدزدن؟ کنسرتامو نذاشتن بذارم و هی به دروغ گفتن کنسرت داری و من نوازنده‌ام بیان خرج.
شروع کردن نمیدونم نه من غریبم بازی آی من نمیدونم من ندارم و من فردا میام ایران و این نمیدونم فلانای نمک نشناس مجبورم کردم بیان. کی تو رو مجبور کرده بیاد؟ تو خودت عامل بدبختی خودتی. اینو من دارم به طرفدارات میگم، طرفدار تتلو خودش عامل بدبختی خودشه. چقدر ما آپشن آقا ما می‌خواستیم برای این آدم یه بیزینس را بندازیم، انقدر اومد تو پیجش نفرت پراکنی کرد، انقدر اومد خودشو منفور کرد بین مردم که 4 تا شرکت اروپایی رو ما می‌خواستیم بیاریم که این آدمو بکنن برندینگ خودشون. گفتن آقا نمی‌کنیم، اصلا انقدر منفور تو اروپا، اصلا این تبلیغ بکنه برام میشه ضد تبلیغ. کی باعث این پرسونال برندینگ کاراکتر شده؟ خود این آدم. الان من چون دوستش دارم اینا رو بهش میگم که بدونه اگر یه جایی داره ضربه و آسیب میبینه رفتار خودش رو داره این کارا رو میکنه. 20 تا برند توی اروپا، مگه خواننده های بزرگ آلمانی نیستن؟ من پیج تتلو براشون میفرستادم، همه میشناختنش. اما میرسیدیم تو حوزه بیزینس میگفتن نه 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 این پرسونال برندینگ خوبی نداره، چون میرن با 4 تا ایرانی دیگه مشورت میکنن و اونا اینو میدیدن میگفتن این آدم اصلا تعادل روحی نداره. یه دفعه میاد فوش به اون مسئولتون میده، میگه مسئولتون کلاهبرداره. با هر کی کار کرد، ولو خوب ولو بد، با هر کی کار کرد تا جایی که میتونست دوشیدش. بعد از اینکه دوشیدش نمیتونست دیگه بیشتر به دوشتش، میگفت بهش کلاهبردار. با هر دختری که خوابید، با هر دختری که رابطه برقرار کرد، تا جایی که میتونست با اون آدم باشه بود. بعد از اینکه اون دختره میرفت بهش میگفت نمیدونم جنده فلانی، بو میدی، از این صحبت‌ها عملی فلان اینا. یعنی همچین رفتاری داره با آدمایی که تا باش خوبن. خوبه به محض اینکه اون آدما بهش سود نمیرسونن بهشون بیشترین تهمت‌ها و توهینا رو میکنه. میگفتش که این سیاوالتون فلان فلان شده. همین سیاوالتون کم به تو نون رسوند. من تا همین لحظه‌ای که دارم صحبت میکنم خدا شاهده یک بار هم مستقیم با سیاوالتون حداقل در طول 1 سال گذشته صحبت نکردم. خودش میتونه شهادت بده. کم این آدم به تو سود رسون، کم به تو لباس داد، لباس بهش میداد استفاده میکرد، بعد میگفت اینا جنسشون شخمیه. همین سیاوالتون که شما موقعی که تو ایران فروشگاه زدید چقدر ضرر کرد سر تو، اون فروشگاهی که شما تو ایران زدید و افتتاحش کردید. بعد به این آدم توهین میکنی، یعنی نشون میده که تو آدمی هستی که داری کارما پس میدی، به اون به طرف توهین میکنی. این آدم چه بلایی سر تو آورد جز اینکه خدمت به تو کرد؟ طرفدار تتلو ببینید اگه یه آدم داره کار انجام میده، آدم نمک به نشناسه، خوبی آدم ها رو نمیبینه. برای چی به یکی دیگه توهین میکنی تو رسانت؟ میگه که نمیدونم فرو قطع کردن، نمیدونم با دوست دخترش میرفت بیرون غذا میخورد، اینجا منو کارگرا مونده بودیم. برای اینکه شما تو خونه‌ات سیستم دیکتاتوری بود، میگفتی فقط بعد خونه من غذا وگان بخورید، میخواد برید بیرون برید هر غذای دلتون میخواد بخورید. معلومه یارو موقع شاید یارو وگان نبوده دیگه. نمیدونم به خاطر کارگرا گفتم حامد و فلان دوست دخترش بیان غذا درست کنن، تا اون اومدن دوست دخترش پاشد به بهانه غذا درست کردن نذاشتین غذا درست کنن. یه غذای فلانی درست کرد که میدونست من غذای تکراری رو نمیخورم، انگار مثلا اینا خدنگشن. یعنی مسائل غذا درست کردن شده دغدغه یه آرتیست مملکت که میاد توی مدیاش راجع به غذاش مینویسه. مثلا استوب تاک مثلا بیاد تو پیجش بنویسه آره من می‌خواستم صبح املت بخورم، یارو اومد گفت املت نداریم، نمیدونم نون و پنیر رو مثلا گوجه داریم. مثلا بیاد اینا رو تو رسانه‌اش بگه. این حرفه‌ای نیست که آقا یکم حرفه‌ای کن خودت و رفتار تو. غذا درست کردن مسئله مهمیه که مگه تو میای تو رسانت مطرحش میکنی، ادعات هم میشه میگی سلطان. اینا رو میگم که اصلاح بکنی. مدام از این واژه استفاده میکنه، نمیدونم سر منو نمیدونم فلان کردن، هر روز با یه وکیل زنگ میزدن رو اسپیکر میذاشتن راجع به دادگاه و شکایت فلان بیسان، اینا شکنجه مغزی میکردن منو. انقدر تو به این اون توهین کردی، انقدر گوشی اون رو شکوندی، انقدر فکر کردی دیگران خدنگتن و سلطان بهت گفتن فکر کردی خبریه. بعد از اینکه رفتن شروع کردن شکایت کردن از چقدر تو پرونده باز توی ترکیه داری. یه بار تو اشتباه میکنی، دو بار، یکیشون خرابه، یکیشون جند است، یکیشون بالا پایین، همشون که نمیتونه خراب و جند و فلان و بیسان باشن که. انقدر تو با این آدما بد رفتار میکنی میان ازت شکایت میکنن. انقدر با این آدما بعد همون علی سلاپور اگه نبود تا الان 20 بار تو رو برده بودن. چقدر رفت این ور اون ور برای تو کانال زد. خودت میگفتی اصلا من پول دادم به پلیس و قضیه رو جمع کردم. خودت تو کامیونیتیت گذاشته بودی به قول طرفدارات کامیون. میگه به اینا میگن شکنجه، نه اونایی که اومدن اینجا خوردن و رفتن. اینجا خوردن و رفتن. اولا که شما وقتی یکی دعوت میکنی تو خونت میاد و میره دیگه منتش نباید بذاری بگی اومدن خوردن و رفتن.
بعد میگه از طریق همینا وارد میشدن، حتما با برنامه‌ریزی. خودش ببین گفتش که تازه همه اون آدمای خراب هیچ ارتباطی با من نداشتن، از طریق همینا وارد خونم میشدن. به اینا میگه بلند شید برید دم دیسکو اینور اونور برای من نیو فیس بیارید. فوش میداد حرومزاده های فلان، من گیرم راست شده میخوام بکنم، برای من پیدا کنید، من حشر هم زده بالا بعد بشاشم. اینا رو میفرستاد بیرون برای اینا. اونا هم چقدر آدمای سوسلیس. گفتم باشه سلطان الان میریم برات بکش. این آدم بودن دیگه، میرفتن برای این آدم دختر می آوردن. بعد که می آوردن این آدم بدبختا اومده تو یوتیوبش نوشته شما علاوه بر بکش بودن آدمایی هستید که با برنامه‌ریزی این کارا رو میکردید. یعنی هم بکشتون کرد، هم بهتون توهین کرد، هم بهتون بی‌ناموسی چسبون، هم بهتون گفتش که اینا با برنامه‌ریزی. یعنی ببین این آدم چقدر آدم عجیب غریبی، میخوام توهین بکنم، عجیب غریبیه که به عنوان یک بکش ازتون استفاده کرد. بکشید دیگه آقا، کار دیگه نمیشه که. به عنوان بکش ازتون استفاده کرد، بعد از اینکه استفادهش کرد خوابید آبش پاشید، اومد گفتش که آره اینا همش با برنامه‌ریزی بوده. نوشته بمیرم از دست اینا راحت بشم، به طبیعت قسم. این همه بهت خدمت کردم بعد میگه بمیرم راحت بشم. بابا تو چه آدمه؟ تو باید بهتر بری درمان بشی. به خدا بزرگترین لطفی که به خودت میکنی این هستش که بری درمان کنی خودتو از لحاظ روحی. این تازه یه متنت بود من تحلیل کردم. تا حالا هیچ وقت من اون کامیونیتی رو به قول طرفدار کامیون تو هیچ وقت من تحلیل نکرده بودم. فقط من از اطلاع رسانی می‌نویسم که بفهمید چه فلان شده هایی به من فشار آوردن، چه فشاری بدن. بعد کامنت های مردم سلطان آی بمیرم برات 20 بهمان که عصبی شدم. 4 تا حرفم بزنیم که هوادارا ناراحت میشن، چجوری منو جلوی هوادارا و نوازنده‌ام خراب میکنید؟ بابا تو چه آدمی هستی که غذا و سوسیس تخم مرغت میاد تعریف می‌کنی بعد میگی خراب شدن؟ این لول این که بعد ببری لول تو بالاتر، سطح تو بعد بخوای ببری بالاتر، باید ببری بالاتر. البته اون آدمایی که بهت مشاوره دادن آدمای چیپی بودن. چجوری الان دارن به زور برام میگردونن ایران پای اینجا میگه چجوری الان دارن به زور برام میگردونن ایران پای چوبه. کیو تو رو به زور برگردون؟ تو خودت 4 تا مت بالاتر تریپ جنگ برداشتی. آی من انقدر خایه دارم میخوام برگردم ایران فلان اینا. آخر ما نفهمیم تو رو به زور میخوام برگردونن ایران یا انقدر خایه داری میخوای خودت برگردی ایران. تناقض داره حرفات با هم دیگه. کی میخواد ببین یه جا خوشو ننه من غریبم بازی در میاره، خوشو مظلوم نشون میده، یه جا خوشو سوپرمن نشون میده، یه جا خوشو با خایه نشون میده، قشنگ هی بالا پایین میکنه. میگه من فلانم هم نیست ولی شاید هوادارا بخوام بدونن اسطوره‌شون رو کدوم فلان شده ای به کشتن داد، کدوم فلان شده ای. تو خود فلان شدت باعث بدبختی خودت بودی. میگه 20 سال دشمن من بودن تو لباس دوست، 20 سال بهت خدمت رسوندن تو نمک نشناس ندیدی. یعنی بشینم تک رفرش بکنم احتمالا همین الانم این میذاره دیگه، بیکاره دیگه، تو کامیونش میذاره. آره به قول اینا تو کامیونش خب کامیونیتیش. بعد گفته که این بلیط هم فلان، هم عکس هم گذاشته، بعدش هم میگه برو کامنت ها رو بخون سلطان نمیدونم فلان صدای جهنم و فلان اینا. تا جایی که من بعد گفته بدون چمدون حتی پول پاسپورت میخوام برگردم. اینا بخون من 10 سال فقط فلان بودم اینجا شو. با همین یه جمله مشخصه که این صحبتش حاشیه بیش نیست. تو بدون چمدون تا درقوزآباد هم نمیتونی بری. بدون چمدون که نه، بدون پاسپورت منظورمه. بدون پاسپورت میگم بعد آقا تتلو بفهمید داخل. بعد من میگه که آره ببینید مردم من اومدم تا فرودگاه استوری هم میگیره، میخواستم برگردم منو نذاشتم برگردم، پاسپورت هم نمیدن. همه حاشیه و فقط هم بخواد یکم ترحم بخره و این حاشیه رو 3-4 روز با خودش همراه بکنه که قشنگ قضایای بی‌ناموس بازی‌های قبلیش رو بشوره ببره. غیر از این دیگه چیز دیگه ای نیست. ولی من اگر بخوام به عنوان کسی که یه زمانی رفاقت داشته با این آدم یه جمله بگم این هستش که بهتره بری خودتو درمان بکنی، از آدم‌ها انتظار نداشته باشی و آدم‌ها رو خدنگ خودت ندونی. من دارم مستقیم اینو بهت میگم چون رفیقتم میخوام اصلاح بشه. در صورت امیدوارم که هرچی خیری پیش بیاد. حالا دعواداراشم نمیدونم یکیشون که میگفت تو باعث برگشتش داری میشین، من نمیدونم این ساقی اینا کیه در صورت، ولی هر کی هست یه سری طرفدار مشنگ مثل خودش داره و امیدوارم که موفق باشید و مرسی که تا این لحظه با من همراه